آقا بخشیش نفهمیدم بخشیش آقا تو خیلی نکه دیگه اینجا کجا که اینجا که مجبور مگم لباس سالش کنی اینجا برکت لباس دوره همونجا کویا برام ها بزنید برکت برام مگه اینجا ناو چولش نگه یا بسم الله الرحمن الرحیم اوه آن اینجا مغازه برکت ده هی آنا خوب یکم لباسکای جیمپرکای خشرو اوسط بپوشم که خنکی دا مردمه اینا کو اکا این کجا دای نرخ نباش خیلی اکا یا چند سیمه با قیمتی بد نباشه نرخ نه که اون تناش نرخ زاگه و ارزونه نرخ دسترسن 170 سومی ها بله بهترین یعنی ایش با 160 سوم بوده من یک سر لباس کنم اگه نکه دو که مرحمت ارزون نباشه نه بروکوی خوبه اکا بی بروکوی دسترسه معقول میشه 90 سوم بوده اکا اوه بله با یه ارزون نمیشه نکه یو برادر همش عکسش دگیم عکس 90 سومون ها اوه عکسیا کی نه من نرخ دسترس 60 سومون خوب شد با قیمتی باید نباشه من یوش 110 سومون یوش ایش هم 110 سومون من یوشی خیلی نپو کراسوفکی خوشو 90 سومون 79 سومون بله 90 سومونش کردم یه ارزون بوده تمام مردمی بلخ بچه‌های بلخ کجا بازار کاربن و دیگه راههای دور میریم اینه بده کنیم اینجا به نرخ ارزون در قسم 600 سومون داشتم تلخم کافی کی نمیرسه گفتم 520 سومون خرید کردم اینا رو پرو اینا بلخ میبین اینا رو نه خیلی مونگار بلخ دیگه مردم حصار مردم رگر همه تن همین مغازه برکت انتظار هست همه مونده خدا برکت بتیا